Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. هموطنان عزیز، محترم نمایندگان مردمی شهر نایهای ولایت سوخت، تمام ساکنان زحمتکارین شهر نایهای ولایت و همه شما حاضرین چهارمین ادانه امروزه را بار دیگر و افتخار سیومین سالگرد استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان صمیمانه تبریک میگویم. باعث خوشحالی و سرفرازی است که جشن مقدس و بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی را تمام مردم سربلند کشور عزیزمان از جمله ساکنان ولایت سوخت در فضای صلح و ثبات کامل و با شادی و سرور تجدید کردند. برای با دستاوردهای سزاوار استقبال نمودن این جشن مقدس ملی در ولایت در دوام 3 سال اخیر کارهای بزرگ سازندگی وسعت گرفته. در این دوره زیاده از 8000 انشاءات اجتماعی و استحصالی و انفراستراکچور ساخته به استفاده سپارده شده است. بنابراین به کل مردم آبادکار ولایت از جمله به صاحبکاران وطندوست و شخصان سخاوت پیشه برای اقدامات خیرخواهانه به خاطر آبادی وطن minnatdori samimiy bayon menamadim. امروز همه ما مشاهده میکنیم که شهر نایهای ولایت تا دوردستترین دههای آن در نتیجه زحمت اهلانه ساکنان چقدر آباد و زیبا شده. سطح و صفت زندگی مردم باز هم بهتر و بسیار مشکلات و مسائل اجتماعی اهالی حل و فصل گردیدند. در نوبت خود حکومت مملکت طی 30 سال صاحب استقلالی برای تامین نمودن رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات ولایت، برطرف سازی مشکلات اجتماعی اهالی و بلند داشتن سطح و صفت زندگی مردم از حساب همه سرچشمه‌ها بیش از 48 میلیارد سامانی روانه کرده است. در این دوره جهت رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در حدود ولایت 56 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 10 میلیارد سامانی عملی گردیده. حالا تطبیق 17 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی ادامه دارد که مبلغ‌های در دایره آنها تا به امروز از خود شده 2.3 میلیارد سامانی را تشکیل می‌دهد. در ظرف 15 سال اخیر به ولایت به مبلغ 24 میلیارد سامانی سرمایه خارجی جلب شده است که زیاده از 15 میلیارد سامانی آن سرمایه گذاری مستقیم می باشد. اینچنین در دایره برنامه رشد اجتماعی اقتصادی ولایت برای سالهای 2016
2020 192 لایحه با مبلغ عمومی 7.8 میلیارد سومانی اجرا شده. در برنامه نوبتی برای سالهای 2021 2025 تطبیق باز 243 لایحه با مبلغ 11 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است. قابل ذکر است که در نتیجه تدبیرهای از جانب حکومت مملکت عملی گردیده و زحمت صافدلانه مردم، مجموع محصولات منطقه ولایت پیوسته افزایش یافته سال 2020 به 22 میلیارد سومانی رسیده. نسبت به سال 2000 41 برابر و به هر نفر اهالی 24 برابر افزوده است. خراجات بودجه دولتی برای ساحه‌های گوناگون ولایت نیز سال به سال افزوده از 37 میلیون سومانی سال 2001 به 2.3 میلیارد سومانی در سال 2021 رسیده است که بیش از 65 برابر زیاد می باشد. در نتیجه سطح کم بیضاعتی در ولایت از 73% سال 1999 تا به 15.4% در سال 2020 پست شده است که دستاورد خیلی نظررس می باشد. ساحه صنعت ولایت یکی از قسم‌های مهمی صنعت کشور بوده. در دوران صاحب استقلالی در بخش‌های مختلف آن اقتدارهای بزرگ 3 ساله از جمله در ساحه صنعت سبک، کامپلکس سوزشوار انرژتیکی، کیمیا، ماشین سازی و محصولات الکترونیکی، استخراج کارکرد معدن، استحصال مسائل ساختمان، صنعت مدافع و کارکرد محصولات کشاورزی تشکل یافتند. در نتیجه استفاده اختیارهای موجوده و تأسیس کارخانه‌های نو، حجم استحصال محصولات صنعتی ولایت از 1.5 میلیارد سومانی سال 1995 تا به 15.6 میلیارد سومانی در سال 2020 افزایش یافته. حصه آن در استحصال محصولات صنعتی کشور به 51% رسیده است. سال 1991 در ولایت همگی 119 کارخانه صنعتی فعالیت میکرد و با این شماره ولایت پایگاه اساسی صنعت جمهوری به حساب میرفت. در زمان استقلال این شماره به 722 رسیده است که نسبت به سال 1991 6 برابر زیاد می باشد. تنها در 10 سال اخیر در حدود ولایت 496 کارخانه نوی صنعتی از جمله 198 کارخانه صنعت خوراکواری با قریب 15,000 جای کاری نو بنیاد و به استفاده داده شده است. در دوران صاحب استقلالی در ولایت یک چند کارخانه سیمین براری بنیاد گردیده. سال 2020 استحصال این نمودی مهمی مسائل ساختمان به 1.3 میلیون تانه رسانیده شد. این در حال است که تا سال 2010 در ولایت سیمین عموما استحصال نمی‌گردد. در این دوره در ولایت صنعت متالورژی نیز با مرام رشد یافته. یک قطار کارخانه‌های نوی معدن تازه‌کنی با استفاده تکنولوژی‌های معاصر و با جلب سرمایه مستقیم خارجی تأسیس داده شدند که در نتیجه حالا حصه صنعت استخراج معدن در مجموع عمومی محصولات صنعتی ولایت بیش از 30% را تشکیل می‌دهد. طی سالهای صاحب استقلالی در ولایت ساحه‌های کشاورزی نیز با مرام ترقی کرده. حجم استحصال محصولات ساحه 2.3 برابر افزوده است و سال 2020 به 12 میلیارد سومانی برابر گردیده است. طی 30 سال صاحب استقلالی میدان زمین‌های آبی ولایت 30,000 گکتار زیاد گردیده، حالا به 295,000 گکتار رسانیده شده است. با وجود دستاوردهای نظررس ولایت هم در ساحه صنعت و هم کشاورزی خاطر نشان می‌سازم که در این سمت‌ها اقتدارهای استفاده نشده هنوز خیلی زیادند. از این لحاظ رهبران ولایت و شهر و ناحیه‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی باید تمام تدبیرها را راه اندازی نمایند که سهم ولایت در تأمین 2 هدف استراتژی ملی، صنعت کنانی با سرعت کشور و حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت باز هم بیشتر گردد. در ظرف 30 سال اخیر در ساحه راه و نقلات ولایت سو از جانب حکومت مملکت 6 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 57 میلیارد سومانی تطبیق گردیده.
450 کیلومتر راههای دارای اهمیت بین‌المللی، 71 پل و 2 نقل ماشین‌گذار ساخته استفاده داده شدند. ساکنان ولایت خوب در یاد دارند که تا عملی گردیدن لایحه‌های زمان استقلال رفت آمد آدمان به پایتخت مملکت و مناطق دیگر کشور، اینچنین حمل و نقل مال و محصولات در یک سال 7-8 ماه بسته میشد. حالا رابطه بی خطر و بی ممانعت و شبانه روزی همه شهر ناحیه‌های ولایت با تمام منطقه‌های تاجیکستان و کشورهای خارجی تأمین می باشد. علاوه بر این، حالا در حدود ولایت با 3 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 712 میلیون سامانی عملی شده ایستاده است که در دایره آنها وقتهای نزدیکترین 33 کیلومتر راههای دارای اهمیت بین المللی و جمهوری ساخته و به استفاده سپارده می شوند. تنها پگاه ماست راه بسیار دور و دراز باقی مانده از لایه جبار رسولов تا شهر کانیابادان بنیاد راه را به سطح درجه بین المللی شروع می نماییم. وابسته به این با قناعتمندی خاطر نشان می نمایم که در دوره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکاران شخصان سخاوت پیشه و اهالی ولایت قریب 4400 کیلومتر راههای محلی تعمیر و ازلاسازی کرده شدند. حاضرین گرامی، با مقصد ساختمان مؤسسه‌های زمانوی تعلیمی و مجهز نمودن آنها با تجهیزات معاصر، یعنی فراهم آوردن شرایط ضروری برای تعلیم و تربیت نسل نورس و تیار کردن کادرهای بلند اختصاص، تنها در دوام 10 سال آخر حجم مبلغ‌زاری به ساحه معارف ولایت بیش از 102 برابر زیاد شده و 1 میلیارد سامانی در سال 2021 رسانیده شده است. طی دوران صاحب استقلالی در ولایت سوق 780 مؤسسه نوی تعلیمی و بناهای علاوگی برای 370,000 خواننده ساخته به استفاده داده شدند. بر زمین تنها سال جاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در حدود ولایت بنیاد باز 52 مؤسسه تعلیمی و بنای علاوگی برای 27,000 خواننده به نقشه گرفته شده است که تا امروز قسمی زیادی آنها به فعالیت آغاز کردند و قسمی باقی مانده تا آخر سال جاری به استفاده داده می شوند. همچنین باید گفت که در ظرف 30 سال آخر شماره مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی در ولایت سوق از 14 به 22 و شماره دانشجویان آنها از 14,000 نفر به 27,000 نفر و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی از 1 به 7 رسیده. حالا در آنها زیاده از 48,000 نفر دانشجویان تحصیل می نمایند که این نشان دهنده نسبت به سال 1991 قریب 5 برابر زیاد می باشد. در مدت 24 سال عملی قاطع پرزیدنت مملکت 4757 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت از جمله 2843 نفر دکتران با 20 مؤسسه تحصیلات عالی کشور قبول کرده شدند. حالا در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مملکت 1208 نفر دانشجویان از جمله 611 نفر دکتران از ولایت سوق طبق قاطع پرزیدنتی تحصیل کرده ایستادند. در طول دوران استقلال ساحه تندرستی ولایت که یکی از سمت‌های مهمترین سیاست اجتماعی دولت می باشد خیلی رشد یافته است. در این دوره 316 انشاءات ساحه تندرستی از جمله 17 بیمارخانه و مرکزهای طبی، 39 شعبه طبابتی، 91 مرکز سلامتی، 149 بنگاه سلامتی و 20 انشاءات دیگر ساخته به استفاده سپارده شده است. تنها در 8 سال آخر برای مؤسسه‌های تندرستی ولایت به مبلغ 130 میلیون سامانی تجهیزات و لوازمات طبی خریداری گردیده است. پیشروی‌هایی که ولایت سوق در ظرف 30 سال آخر به دست آورده است نتیجه عملی گردیدن نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت مملکت، زحمت اهلانه مردم و ثمره استقلال و آزادی
صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور عزیزمان می باشد. در برابر این بار دیگر تاکید می نمایم که ولایت سوخت دارای امکانیت و ذخیره‌های بزرگی تا هنوز استفاده نشده می باشد و استفاده ثمرات آنها به خاطر باز هم وسعت دادن رشد استوار اقتصادی و اجتماعی شهر نایای ولایت از کار فعالیت صادقانه تمام رهبران فعالان، زحمت صادقانه و عزم و تلاش سازنده هر یک ساکن ولایت وابستگی مستقیم دارد. باور دارم که ساکنان سربلند ولایت با شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی و صلح و ثبات کامل تاجیکستان محبوبمان چون هر وقت اهلانه زحمت کشیده سهم ارزشمند خود را به خاطر آبادی وطن، پیشرفت دولت و باز هم بهتر گردیدن شرایط زندگی هر یک عائله میگذارند. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، شهر باستانی خوجند عموما ولایت سوخت بسیار تاریخ باستانی دارد و حتی در زمان صاحب استقلالی شما شاهد بودید که جلسه تاریخی 16 شورای عالی در شهر باستانی خوجند برگزار گردید، بر روند صلح تاجیکان اساس گذاشت. این بسیار واقعی تاریخی است. عموما در برقرار کردن ساخت کیهانی دولت بسیار خدمتی بزرگ کردند. من هر گوشه کنار ولایت سفر میکنم میبینم که چگونه تا دههای دوردستترین آباد و زیبا شده ایستاده است و مردم سیاست رهبر دولت خود را عملی کرده ایستادند. خود امروز من از یک چند انشاءات محلهای دوردست جماعت ها رفته دیدن کردم، ببینید آباد و زیبایی در محلهای سیر اهالی کشورمان ولایت احسن به همه صاحب کاران و همه شخصان وای باشند. خود مرکز ولایت شهر باستانی خوجند کلان تغییر یافته است. یک شهر زمانوی دیگر بنیاد گردید. انشاءات‌های بلندآشانه سالهای 91 92 انگشت شمار بودند. حالا یک شهر زمانوی و پیشرفته از همه لحاظ تبدیل یافته است. این زحمت مردم با ننگ و ناموس ولایت است. بار دیگر تمام مردم میهمان نواز و وطن پرور صاحب معرفت ولایت سوخت و همه شما حاضرین ارجمند را به افتخار 30مین سالگرد استقلال و آزادی تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته به هر یک خاندان ساکنان ولایت سلامتی و سربلندی، صلح و آرامی و فیض و برکت آرزو می نمایم. همیشه خوشبخت و خانه آباد باشید اندیاران عزیز.